کرلینگ یک ورزش زمستانی است که تازه در میدانهای ورزشی افغانستان بازی می شود. هرچند این ورزش در افغانستان و بسیاری از کشورهای منطقه پیشینه نداشته، اما در کابل علاقمندان خاصی دارد. خوشبختانه در اواخر سال 1395 ما توانستیم که اساسنامه‌ای را که آماده ساخته باشیم از طرف فدراسیون جهانی پروف شد و تایید گردید، اعضای بورد ما تایید گردید و انشالله به زودترین فرصت ما عضویت فدراسیون جهانی خود را نیز حاصل خواهیم نمود. این ورزش که است اصلا بالای زمینای یخی میشه که برای از این میدان ها تقریبا در حدود 5 متر و درازیشان 40 متر می باشد و بالای از این کار میشه. در این تیم معمولا 5 نفر بازیکن می باشه که یک نفر توپ رها میکنه، 2 نفر برس میزنه و یک نفر هم در چون میدان 40 متری است به هدف اونجا استاد می باشه تا که بتونیم توپ حریف از میدان خارج بسازیم. اونجا زاویه بر ما نشان میده و همچنین یک نفر دیگه خارج از میدان ریزرفی می باشه. وقتی که یک بازیکن آسیب میبینه او در چنجی می باشه که یعنی چنج میشه. دخترانی که به این ورزش علاقمندی بیشتر دارند بر علاوه تندرستی رازهای دیگری را نیز در این بازی به گفته آنان دریافتند که برای بانوان نسبت به دیگر ورزش ها مناسب می باشد. اگر بانوان میخوان که ورزش بکنن پیشنهاد من است که بازی را انتخاب بکنن. وقتی که بازی با هیچ از ارکانهای اسلامی ما هیچ گونه مشکل نداره، هم میتونن حجاب خود مراعات کنن و هم در امنیت باشن. بازیکنان تیم ملی کرلینگ میگویند اگر از آنان حمایت شده و در بخش‌های مختلف بالای آنان سرمایه گذاری صورت گیرد، مدال‌ها و افتخارات زیادی را به کشور خواهند آورد.